اومدم. خب به انا من هنوز زنده. بچه ها هالووین امروز. هالووین میشه هانی هالوژن. هالووین به اصطلاح خارجیه ترسناک. مثل عید ما میمونه اون روز هر کی هر لباسی مثلا شخصیت های انیمیشنی ترسناک هر چیزی هست مثل اونا لباس میپوشن. با آرزوش میرسه. میخورمت عددی نیستی مورچه. یه جوری میخورمت پوستتو در میارم استخوناتو لیس میزنم. به من میگم مورچه خواه. تو تهش بدونی دودولمو بخوری. مثل جارو برقه اوتت میکنم. پس منم میخورمت تایر. گوشتو در میارم چشماتو در میارم میریزم داغش میکنم. عددی نیستی. ببینیم کومان چی گذاشته آقا تایر. آقا کومان. بچه ها هالووینتون مبارک. باقی چلنجی. بیایم مثل اینا بخند. هرکی ترسناک تر بخند. مگه آره. تو هالووین من بابام شدم. بابام من سامی شدم. حالا من اینجوری آره دیگه. آره جدی باش. بیا بیرون. کی اون پشته؟ بیا بیرون حسین. باش با چیزا داره تکون میده. حسین هنوز نیومده چی؟ جن داریم. فقط منو تو جن داریم پس. جن نیفته. مطمئنم کی اون پشته. چی؟ مرده. بیا هم اینجا. مولده. کجا کنه بیا قزوین. اون کن بیا قزوین وقتت وا میشه. ترسیدی؟ این کوروش این ایمان میاد. خب بچه ها فصل پاییز و هالووینش درسته که جشن ما نیست آقا ایمان. البته نمیدونم چی بساطت میکنم خیلی قشنگ شدی امروز. برای مادر بزرگش این مادر بزرگی توی چیز بود. مادر بزرگی توی کارتون چی بود؟ نه. آها توی اون کارتون رئیس مزرعه شیرازی هم امروز یه ذره شیرازی حرف بزن. گمپی گلم پوی چیشین خوشگل شدی امروز. چقدر دوست دارم. قربون صدقم برو. آفرین. منم اسپانج باب شدم. میا تو چی شدی؟ تو باب پلنگی شدی؟ دفعه پیش مسخرت کردی. من سرما خورده بودم وقت نداشتم هیچ کاری کنم. گربه مریض. اوج تلاشم. پیشی قشنگی شدی به نظر من. گوشتونم افتاده تر از گوش دیگه. الان درست. پیشی قشنگی هستی. این من همین لباس تو رو بیشتر لازم خواهم دوست دارم. من اصلا اسپانج بابم راضی نیستم. من می‌خواستم واحد باشم با اسپانج باب ولی انگار اسپانج بابی که من توشم میدونی یا من پشت اسپانج باج من میدونی عجیبه. من می‌خواستم خودم اسپانج باب باشم نه سواره بر اسپانج باب میدونی درون اسپانج بابی. ولی خب لباس راحتیه. ذات اسپانج خیلی ذات آره تو چیزی پوشیدی اونزی؟ نه من همینطور خیلی راحت. چی نپوشیدن زیر لباسشون. خیلی راحت تره. خارجی ها میگن لیبریتینگ واقعا. اصلا رها بچه ببینن خیلی حال میده. چرا چیزی؟ چی؟ یعنی چی؟ حاجی یه متر وایسا دیگه خب تو کاستیومم بود دیگه. مادر اصلا کون چیزی دیگه است. زمان شما چی بهتون میدادم بخورید؟ من راستی جوراب مخصوص اسپانج باب هم دارم ها. بعده منم تریانه. خلاص که آقایمان هر جشن و شادی باشه ما تو کمان دوست داریم جشن بگیریم. چه ایرانی باستانی خودمون چه خارجی‌ها. به خندونه ما جشنش بگیریم. آفرین. چه مادر بزرگ گلی هستی. می‌خوایم موضوع را پوست بکنم. بعدم نمیاد راستش. امروز قراره یک چالش با هم انجام بدیم. چه چالش بسیار هیجان انگیز چیزی که خیلی وقت احساس می‌کنم که می‌خوایم بریم سمتش. ASMR ازمار شنیدی حالا؟ قطعا شنیدی. فنش هستی؟ من نه. میدونی چی هست دیگه درسته؟ من نه.
تو نقش مامان بزرگی هنوز نه؟ من ASMR اینجوریه که یه سری میان یه سری حرکت‌ها انجام میدن، مثلا غذا میخورن یا حرف میزنن ولی خیلی نزدیک به میکروفون، جوری که گوشات اینجوری خارش نوازش پیدا میشه. آره دقیقاً ملچ مولوچی که دیگه حرف زدن خیلی دنیایی داره واسه خودش. خب امروز یه سری از این ASMR رو ما گوش میدیم، بعد حدس بزنیم که اون طرف چیکار داره میکنه، ما فقط صدا رو میشنویم. هر کی امتیاز بیشتر بگیره برنده میشه و در آخر بازنده بعد برای بچه‌ها ASMR کنه. میکروفون مخصوصه، چند هزار دلاری بسیار گرونه، $2000 تقریبا پول اینه. آره این گوشا رو می‌بینی توش میکروفونه. وای پس گوششون بگیرم. برنده به بازنده میگه که چی بگه تو گوش بچه‌ها. نه از الان زوده، بس نیست اصلا الان. مامان بزرگ مسکلی با بچه‌ها صحبت کنم. وای نمیذاره. مامان بزرگ نداشته. همونیه که چند تا ویدیو پیش خواستم. آره از خدا بچه دیگه اینو خواسته که اینو بهتر میگن. چه مادر بزرگی بهتر از ایمان. عالی واقعا. تو بعدت میاد از ایمان. خیلی خوب، جوون، سرحال. مادر بزرگ جوون. آره جوون. شوگر مامی من میشی آقا ایمان. آره خیلی هم خوبه. بریم واسه ویدیو. بزن تا بریم. 3 2 1 چیه؟ بابی ایپادش رفت. اسپانج باب. چی بود؟ یه بزن عقب بینی. بریم. 3 2 1 ایپادش رفت. اسپانج باب. صدای ماژیک کشیدن رو کاغذه. راست میگی. اشتباست. داری صدای چیه به نظر؟ نمیدونم چی بگم من. چیزی رو جر میده. یه کاغذ، یه پارچه، یکی افتاده به جونه. منم برم تو نقش یعنی باب چی؟ اسفنجی. آره. تو داری مرا به رگبار میبندی، چرا چند وقته باشیم تو جنگی. این بچه هم از دست مامانش افتاده. قیچی کردن کاغذ. نه. میشه دوباره پخشش کنی؟ آها فکرم یه مدادیه روی کاغذ. ببین. بذار من هنسفری بذاریم بابا. بذار یکی رو تو بذار تو گوشت، گوش راستت. بذار پدای بس شد. گذاشتی گوشت؟ بریم. آره داره ورق میزنی یه چیزی ره. ورق داشت یه دونه بیا عقب‌تر بینی. همونه درست. کتاب ها نخوندین شما همش سرتون توی تکنولوژیه. زمان شما توی هی سرتو میکنی تو، هی نگاه میکنی، هی انگشتور بالا و پایین میکنی. شما نبود تکنولوژی. شبیه اون بودش. یه ذره سعدی بخون، یه ذره کتاب رو وا کن، میام. یه ذره شعر بخون. بریم برای صدای بعدی. بریم. صدای بعدی. تو گوشام یه چیزی آب میخواد یا چی دهنشو باز بسته میگه. بریم برای صدای بعدی. بریم. آب نواز بکنم داره میخوره یا سیب داره میخوره. تو هم بگو به نظر چی میخوره. یه سیبی گاز زد، یه خیار. من هم آب نواز نیست. من زود در زدم. آدامس جویدن. درسته. تو جویدن آدامس هم قشنگ. تو جویدن آدامس هم فهمیدی؟ نمیتونی بیای بریم از نقش رو اگه با ما ببریم بابا اینا رو. خیلی بزرگ داره میجوه. دهن کپت ببند. وای موقع جویدن کپتو بذار. حواستون شما جمع بکنید اینا آدمای درستی نیستن ها. از ما کار خود بکنم. بعضی سوالاتون ویژن، یعنی اگه درست جوابشون بدین، درست حدس بزنین 2 امتیاز میگیرین، ولی اگه اشتباه بگین امتیاز منفی. اونی که من گفتم 2 امتیاز بود؟ نه اینی که الان قراره پخشه سوال ویژن. یعنی اشتباه بگم منفی داره. یک سبزی اینا خورد میکنن. پیازه. یا سبزی پیاز. داره یک سیو با چاقو رو تخته میبره. بعد بگم چیه حتما؟ خیلی سخت حدس بزنم چیه. صدای سیب میداد. فکر میکنم ادامه ویدیو رو ببینین بهتر بتونین حدس بزنین. خب پس ادامه از نوعه امتیاز منفی من نمیگیرم. بچه‌مون یک کم خاله. پس حل ادامه‌شو پخش کن لطفا. ادامه‌شو گوش بدین. آره بعد من دیگه دوباره ولی نمیزنم. بازر بزنین. هویج. شاید هویجه. شاید.
ریداریزی میپزه یه چی در میپزه پای گاز آبورم ریخ یه خورشی در بار میذاره. خورش نیست، یه سوپی. سوپ آره. نه داره میشوره. برای من اینجا نوشتن در ادامه ویدیو مشخص میشه که چیه. هی داریم زود میزنیم یه دقیقه دنده رو جیگر بذار ببینیم چی میشه. پلیش کن لطفا. چقدر سخته. گوش بدید. چی اصلا من گوشم نمیشنوه. ببین فکر کنم اول یه چی خورد کرد بعد شستش بعد ریخت تو قابلمه دونه دونه یه چی داره درست میکنه دیگه. سوپ کوراش اسپانج باب سیب زمینی سرخ کرده درست کرد. دقیقاً. باریکلا. نمیدونم من اونقدر ندیدم. اینا با هم دست دارم با هم میشاخه همه از قبل تعیین شده است. یه ذره سنگین باش جلوی این همه آدم میکنی؟ ماچت میکنم آقا بزرگ. من خودم ماچت میکنم عزیزا. مرسی 2 امتیاز من گرفتم. سیب پس زمینی سرخ شدن بود. اول برید بعد انداخت تو آب آره بعد خیلی شست. آره از کاشتن سیب زمینی خدایی سخته ها، واقعا سخته. خیلی بشنوم من با تمرکز. این هیچ میخوره چقدر کاره. میخورد واسه ترکیدن میومد. ها؟ هویج میخورد. میشه یه بار دیگه پلیش کنی؟ اصلا نمیشد فهمید. شما صحبت نکن. یخ میخوره. آره یخ میخوره. چجوری داره میتره که صدای باد کنک ترکیدن میده. مثلا آدامس باد کرده داره میتره کنه. یخ رو زدین؟ آدامس باد کرده داره نه. میتره. یخ چقدر زایدیه. مثل اینا که میگن اول بگو لطفاً بعدش بازم گفت نه. چیزی مثل یخ خوردنه ولی چرا تق تق میکنه؟ یخمک میمکه؟ خیر. چی اونجوری میتره که وقتی داره میخوره دیگه درسته؟ خب این که خوردن یخ دیگه میخوری بعد یخ دیگه تاقصا میکنن. اونا تایید شد بسام کافیه. گوجه سبزه میخوره؟ نزدیکه. آلوچه آره. میدونم. ای بابا. اینا ها دم بهار یه آقای هست یه سینی میذاره اینا رو میده فله 20 تومن. ویتامین زیاد خورده آلوچه درسته. آره دیگه این دیگه میتونم به کمپلکس بکنم. الان یه آرام بخش به تو میدادن میشنسی. بریم صدای بعدی. بفرما. یه پروسس. خب از این هست که میگه بیایم با من آمدشین بریم کلاب. یه وایسا مادر بزرگ شما خیلی مثل که تیک تاک داری نگاه میکنی. چای درست میکنه. این آقایی که صورتشو میکنه 5 صبح تو آب یخو مادر بزرگ شما چیا نگاه میکنی رو اینترنت؟ بدنشو خوبه من خب بلند میشه خوشت میاد؟ آره مادر بزرگ اینی؟ نه مامان جون صدات میکنم از این بعد. وای قربونت برم عزیزا جونو چقدر تو خوشگلی. مرسی. شبیه قرص ما میمونی. مرسی. من فکر میکنم داشت یه صابونه مفصل با مربا و این سس خوش درست میکرد. چای ریخت و مربا. اشتباست ولی نزدیکه. چایی میگه نیست. قهوه است دیگه یا شیره یا قهوه است. خب در یه مرباگونه ای هم باز کرد. یه کاره اینجوری نیست که یه کار داره. آره یه مقدار گوش بدید. قهوه داره میگیره. دستگاهیه میگم که قهوه پورتا فیلتر رو پر کرد. آره. یخ ریخت تو لیوانو نوشابه نه بابا نه. چای داره درست میکنه. نه. مخلوط زنه. خب مربا داره درست میکنه. ببین اینم گفتی. خب پس قهوه درست میکنه دیگه. تو میگی چی درست میکنه؟ من میگم یه چیزی به هم زد. خب
یا مثلا شیرموزه. نه شیرموز بود صدا میداد. همون قهوه است. یه بار دیگه گوش بدیم. قشنگ گوش بده. چرا میام نزدیک وقتی هنسفری گوشم؟ یه آتیشی داره. این چاییه. یعنی مطمئنم این چای تو داری 10 بار گفتی چای. شاید داره چای اشتباه دم. از سمت شماست. که گربه عصبانی رو داری اینجا تولید می‌کنی. فکر کنم این قهوه اولش هم یه پیسی روش زد. دقیقاً داره قهوه. بالاخره یه امتیاز گرفتیم. نه کافی بود. 2 امتیاز. از چای 2 امتیاز. کافی بوده. یه قدم اونور این زد. قهوه چرا انقدر گیردم؟ یه جایی هست میبرنت. یه چهارم گفتیم اینم گفتیم. قهوه بهت میدن 125,000 تومان. نمیدونی بخوریشه بچه کن چشه. وای چی گرونی. من اگه قفل نمی کردم به چایی یعنی به جز چای و مربا ممنونم. آخه قهوه اونقدر صدای ریختنش اون صدا رو نمیده. یا زد توی دستگاه همون دستگاه صدای میده بعد قطرهای ریزی آره این میریزه. یه دونه ویدیو استثناً اون صداهای خاصی که من چون پام لخته هی دیرم این اسپانج باب میکشم رو پاهام. منم همینطور. معذبم. منم از زیر هی ایر میدم. عادت ندارم دامن پام باشه. ها؟ چی گفتی؟ چی پام نیست زیر این. خب شورت پاش. بعد هی این کله اسپانج بابو میکشم پایین که ایشون فکرشون فوش دادی؟ نه چی گفتم اینقدر اگه بد دهنی شما؟ خب بریم صدای بعدی. بابا گوش بده. گوش بده قشنگ. اتو میکنه. داره مینویسه رو کاغذ. نه یه بار دیگه پلی میکنه. پلی. جارو میزنه یا اتویه یا بیل خاک برمیداره یا اتویه یا جارویه. این برفار داره میروبه؟ نه خیلی گمراه کننده است. خیلی سش عجیبه. گمراه داره کننده روی است. یک سیو پارچه‌شو اتو میکنه. اتویه دیگه. رو تختش داره میکشه. خیلی نزدیکی بود. خیلی نزدیکی میگه. رو مبل چیز میکشه. دستمال میکشه احتمالاً. یه بارم بذار. اتو داره میکنه. نه از اون رولرها رو داره روش یک سری لباس رو تمیز میکنه. اجازه میدی گوش بدیم؟ پیس پیس زد داره تمیز میکنه با دست. من شیشه رو تمیز میکنه. روزنامه برده. پنجره شیشه رو تمیز میکنه. مثل اتو کردنش باش خیلی. یه چیزی داره تمیز میکنه با دست میکشه ایره. آره یه پارچه داره پیسی زده داره با کاغذ آینه تمیز میکنه. نه سفرور داره میروبه؟ میروبه چی یعنی هست؟ تمیز میکنه این آشغالای برنجال خیلی میریزی نزدیکه. بیرون. سفرو هست یه سفره هست. یه چی؟ بابا مبل رو پارچه تمیز رو مبلی رو تمیز مونه. دستمال میکشه. آره پارچه رو من گفت. پارچه هستش خب پارچه رو داری خیاطی نمیکنه نمیبره. شاید داره میبره نه بریدن نبود. خورچ یه صدایی میداد. بودم لباس هست. نه همون پارچه پارچه‌ایه که داره تا میکنه. درسته خیلی یه مرسی. پارچه ای رو داره هی تا میکنه و وقتی تا میکنه هی صاف میکنه و دست چه میکشه. صدای پارچه رو میفهمیدم ولی آخه نمیفهمم چرا یکی پارچه بخواد تا کنه. وای چقدر دست میکشه رو پارچه. خیلی دست میکشه. آره. خب چربش آره دیگه کردی خرابش کردم مام جون. بعد بشورمش دوباره. آره بندازش تو سبد رخچیر. ولی نزدیک بریم بودیم. صدای بعدی. گوش بده گوش. پس میمه. فکرم داره تی میزن. مام دست اتو میزن. نمیدونی چی. پس دیگه. کوراش یکی داشت اسکلون یا عطر میزد به خودش. آره اتکلونه.
بفرستم تو اتاق بری بخوابی. ما بزرگ وقت خوابت نگذشته خسته نیستی شما؟ ما بزرگ شما خسته نیستی؟ نمیخوای بری بخوابی؟ من امروز خیلی هم انرژی دارم، قهوه‌م هم خوردم، شبم با رباب خانم دارم میرم بیرون. پیسو گفتم دیگه. پیس آقا چی پیس مگز میگوشه. سوال بعدی، صدای بعدی در واقع امتیاز ویژه داره. امتیاز ویژه یه پروسه است. ما میتونیم. خودش رها کرد. وای امیدوارم منفی نگیرم. ورق بازیه. اشتباه. وای منفی گرفتم. آره منفی 1 امتیاز. الان ایمانم بگه منفی میشه دیگه. من چی نمیگم. یعنی چی نمیگم؟ یه بار اصلا یادش رفت که من هیچ نمیگم. یادش رفت. به جرزنی میرسه. من حرفی ما ندارم. بزرگ مفخور لاش خور مامان لاش خور ننه. احترام زا به بزرگتره. I'm gonna kill you. بیادب. بیا. یه قاشق از بالا میریزم، یه قاشق از پایین. آیا یه ذره کم در ما. بگو. یه بار دیگه میزش دخترم. ممنونم. این ادامهش. اینم پسپسی بود. کاظم آقا نستعلیق در مینویسه؟ نه. نستعلیق چیه؟ مش ویدیوی خارجیه. نستعلیق نداره. خودمون خوش نویسی نبود. مامان. گفت نه. یهو خیلی اول داره انگار یه چی میکشه. ورقا پاره میکنه خب از لای دفتر. چوب پاره نمیکنه. خودش رها کرد. چوب داره سنباده نمیکشه. وای امیدوارم چی مامان پایین. مستعلیق شون مشخص بود نمیدونم، ولی این ویدیو تند شده. خیلی صداش آشناه. آره اونجا که میکنه. وای من مطمئنم بچه تو خونم ایمان امتیاز منفی گرفت. آره گرفت. بله خب بعد تموم شد دیگه. یه نفر امتیاز منفی میگیره خانم. چوب سر قبلی هم فقط 3 تا امتیاز واسه سیب زمینی به کوروش دادم، منفی ها رو ندادم و بعد منفی میدادم به ایمان. اگر اشتباه گفتم منفی میدادیم بهش. شما خودت هم اشتباه گفتی اولیشا. همچین برای من اینطوری فازش نگی. قبلی تو رو داریم حساب نمی‌کنیم منفی تو. اینه که منو منفی منو حساب نکنی. تمام شه بره. منفی منم حساب نمی‌کنم. منفی تو هم حساب میشه، منفی منم حساب نمیشه. فقط اگه درست بگین 3 امتیاز. آره هر کی درست گفت منفی و در. اینو گوش. تایپ رایتره؟ کتاب داره باش. نه تایپ رایتر هم که نیست که تو اونجا. آقا ساکت ببین چی میگه. نمیدونم چیه. نه واقعا نمیدونم چیه. بگم امتیاز ویژه رو هیچکی نگیره. دستگاه چاپ مثلا کپی نه از یه ورق پاره میکنه خب بعداً اونم دوباره تا میکنه پاره میکنه. یه روزنامه است که پاره میکنه دیگه. دو بار پاره داره کیبورد رو تمیز میکنه. وای هیچ وقت اینو نمیفهمیدم. میره بزنید کیبورد ولی خیلی خوم شما کیبورد عمرن شدم و بفهمه هم سرعتش عوض کردن هم یه کار خیلی عجیب رندوم خیلی تمیز کردن اصلا نمیشه کیبورد یه کارهای دیگه میکردم فکر میکرد مثلا چوبه کجا میدونه این یه پاسوره دیگه چسبی روی سیو کم نامه ای پاکتی یک سیو داره چسب میزنه نه از این ویدیوهاست که ولی ناخون هاشون رو میزنن به از اوناست صدایی که میشنوید داره یه چی رو باز میکنه اگه اونجوریه یه چسب فکرم گوشی رو میکنه پس داره لوازم آرایشی تست میکنه نه ایستگاه بازیه نه ایستگاه بازی پلی استیشن نه
نمیدونم ولی من خیلی نزدیکم. یه 25 صدام به ما نمیدی؟ نه اونجوری کار نمیکنه. موبایل داره چسبش. درسته. چی گفتی؟ ممنونم ازت. Yes! Finally we got this. آفرین. از کجا گفتی مادر؟ از این لمسیاهه. داره موه چی بود؟ نه اینطوریه. اینه که جعبور که میکش بالا این ساکشنش از بین میره. اصلا اون صدای یهو وسط ویدیو میاد و هیچ ربطی به بقیه‌اش نمیدونم. چقدر عجیب. یهو قبلش باز میکنه اون صدای. من از اینش فهمیدم بابا. من از اینش فهمیدم. چقدر عجیب. آره. بریم سوال بعدی. صدای بعدی. من چرا میدونم تو هندز فری گوشم چرا باز نزدیک میشه؟ کم عقلی میگه. خدا. یارو حال کرد هرچی هست. اینو دیگه اصلا مگه میشه؟ کاپشن میپوشه. این صدای چیه شایان در آورده؟ صدا من نمیشه. اصلا این از کجا بهش این چی بود دیگه؟ یک سی داره هول میده رو زمین؟ تقریبا. یه باکسی رو داره هول میده. هول نه ولی میکشه. وایسا. چمدون رو میکشه. چمدون. یک سی داره شاید صندلیه که مثلا چرخ داره. میکشه. کشیدن نیست. کشیدن رو نیست. زمین هست. رو زمین هست. با اسپری داره کاری میکنه؟ نه. راهنمایی اون کن. تو سرما انجامش میدم. اوه داره به پارو میکشه. برف رو آره احتمال داره پارو بکشه. پارو میکنه. فار میروبه؟ درسته. نوکرت هم هستم. برفار ولی داره کمک میروبه. میگم مفوری چی خودت گفتی کمکمون کن؟ این بنده خدا هم به ما کمک که برف دلم برف میخواد بابا. برف پاد درد میکنه. وای قربون و چشای بلوریت هم برم. آره وای عزیزم. مرسی. خب بریم صدای بعدی. گوش کن بابا. چرا نمیذار؟ تو تایپ توپ بدمینتون بازی. نه. تنیس روی میز. روپایی داره میزنه. چقدر نفس داره میزنه. صدای اسبه سوار اسبه یارو. نه پیتیکوش خیلی کم بود. روپایی داره پیتیکو میزنه. نداشت. ولی آقای یکی داره یه فعالیت فیزیکی میکنه. همین امتیاز نداشت. چی نگو؟ روپاییه. من میدونم روپاییه. یواش. ایشون داره هاکی رو یخ بازی میکنه؟ نه. داره رو این چیزا میپره رو پوگوست. نه. اسکیت داره بازی میکنه. نه این یه دروازه هم. ایشون داره یه شوتی میکنه به یه سمتی. فوتبال داره بازی میکنه. درسته. مرسی. میخواستی بگی نه؟ من درست‌تر گفتم. میخواستی بگی نه. فوتبال بازی تو نصف قبلی ها نزده بودی. همه رو زدم. نگاه بکنید بگید آقای بعد از ویدیو درست گفت. وی آر من هم از بعد این شما. فهمیدم روپایی داره. آره پسر جون من موقعی که داشتم این کارا میکردم شما یه ذهنیتی بودی یه آرزویی بودی. خوب از این ذهنیت بلدی. شیراز دومنجا. بریم صدای بعدی. بعدی صدای بعدی. دیگه داره سیب میخوره. این واقعا سیب بود. نه واسه یه نوشیدنی مانندی. یک چیز داره میخوره. اسپانج باب. خب چی؟ سیب. درسته. درست کن. We got this finally. سه توطئه داره بهم دست میده. اون توتهش رو دست زد. بعضی خیلی بهش میاد صدای سیب خوردن. میدونستی؟ زهرمان اسبی داری طوری میخوری. آره با شدت سیب می‌خوره. خیلی میکروفون گرد تو حلقه. صدای بعدی. چوب مثلا تیز نمیکنه یا کبریت نمیتونه به نظر. شونه است دست رو با شونه میکشه.
تو. نه ببین داره یا تیز میکنه چوبو، یا داره چوبو میبره، یا داره تراش میکنه مدادشو. چوبکاریه. اشتباست. نمیذارن تا آخر داره تراش میکنه. داره یه چیز خورد میکنه، یه کلمی. نه بگی چیه؟ دنده های شونه. داره یه چیزی میتراشه از روی یه چیزی. پوست هویجه؟ خیر. پوست خیاره؟ خیر. فومه؟ خیر. نه میوه جات از سیفیجاته؟ خیر. صابونه؟ درسته. چه صابون من میتراشن؟ از این ویدیو ASMR شو میگم چون ندید این ویدیو را. ویدیو ASMR که صابون میتراشن؟ تراش زدن رو گفتم من، تراش داره. آره دیگه. درست گفتم دیگه. آره صابون من تو چیز رو ندیدم. تراش درست گفتم. تراشو گفتی؟ درست گفتم بابا. نکنم بعد این میبارم میریزه، خیلی حس خوبی بده آدم. چون ببینی یه صابون داری یک خرابش میکنه خیلی حس خوبی بهم میده. بچه‌های این روزاها میبینی همش به فکر اسرافن. از زمان ما بودی یه قالب صابونی 17 تا خانوار با هم استفاده می‌کرد. کاظم آقا میرفت همون. کاظم آقا کیه؟ نکنه شیرازی بلدی حرف بزنی؟ ها کاکو بلدون چه جوریه؟ دست از سر ماور دادی. شل باید صحبت کنی. اینی به خاطر اینقدر باید شل خودت رها کنی. اصلا با اینجور رها باشی. اینی من خیلی گشنمونه. منم گشنمونه. گشنمونه. مامان تنو واسه مون نهار نداده. نهار چی داریم کاکو؟ نهار کله پاچه گو داریم. اوه شت کله پاچه. ساعت فکر کنم 3 باشه. ساعت 3. آی خانم غذا حاضر نیست. خانم غذا رو بیاری تو بعد بگی جاکو. مامان او عوضی گوش کنی بقیه مامان غذا رو بیاری جاکو بخوری. بزنم تموم شه بریم غذا بخوریم. سیچه غذا بخوری. سیچه گشنه این که شد بوشهری. بازهای بزرگ واقعی اون کازم آقاست. خیلی کازم آقا میرفت همون از اون سر داد میزد. سمیه خانم برو بیار صابون رو. این کازم آقا کیه هی داری میگی؟ این آخرین صدایی که پخش میشه و امتیاز ویژه داره. ویژه داره 2 امتیاز. اشتباهی 2 امتیاز دادم کم میشه. آب داره پر تو میکنه. لیوان یخ پر میکنه. یخ و آب. ها فهمیدم. چی؟ یخو خب دیدی مثلا میخوای آب میریزی روش صدا میده، من میخواد توی باز پارچیه یخه و داره آب میریزه توش. یه چی دارن سرخ میکنن. نه این شکلات هاست که میخوری تو دهنت تخ 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 میترکه. کاملا درسته. چجوری اونو گفتی؟ نیدی پودر میریزی تخ 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 صدا میده. خیلی باحالن، دهنت باز میذاری. بچه بودیم. بذار پخش کن. آره جرقه گفتم این الان دهنش باز کرده همش چیزای شیمیایی. من ولی فکر کردم یخه که آب میریزی روش. چه حالی داد. شیمیایی میکنید. من فکر خیلی جلوترم. نه بریم واسه یک جمع‌بندی. خب میاد جمع امتیازمون رو بگو. با 5 امتیاز مادر جون باخت. آخه با 12 باختش امتیاز آقا جون. تو داری منو ما بردیم اصلا. کی به کی؟ ما بردیم. کی به کی؟ ما اون بردیم. 100% با خانومش بابا دست. نه بابا نمیشه. نه اونجوری نیست. کومان اونجوری نیست بابا. همه آره. بگو آره. تو میگی آره منم میگم آره. ولی ما برد. ما برد برای ما چی با میدن؟ 30 امتیاز برد. اصلا واسه ما چی میدن؟ ما برد. بار میبندی. ما الان میریم چی میخوریم؟ غذا میخوریم. کله پاچه کو میخوری. چرا چند وقت دستم نبی خیلی بیارم بالا. خب آقای ما خیلی گوشنم. گوشم. این شما تو واسه میکروفونتون رو وصل کنم ببخشید. یه ثانیه صبر کنین. چقدر عجیبه. خب آقای ما گوشای ما وصله. خب آماده حرف زدن شما. میخوام ببین ساعتو بذاری یا ساعتو بذار. میخوام 1-2 دقیقه. 1-2 دقیقه. آره ازمار کنید واسه بچه‌ها. ولی حالا چی؟ نه هر چیزی. تو یه سری سگمنت‌های ازمار هست که مثلا آدما میان سرچ می‌کنن دوست پسر خیالی. خب من میخوام تو فکر کنی این دوست دخترته این گوشا و تو دوست پسرشی. برای 1 دقیقه فکر کن رفتی پیش دوست دخترت و داری باش حرف میزنی، قربون صدقش میری. از این حرفا. خب من نیستم. یعنی اگر الان
آبرویی داشتی. میکروفون رو قطع نکن. من چی بگم؟ نه دیگه ما هم بزرگ نیستی. برو تو حس درست. برو تو حس در بیار اونو. اینم درار. میخوام. یه دوست پسر شدی ایمان جان. دیدی ایمان ویدیو جان دوست پسر الکی؟ نه داداش من ویدیو دوست پسر الکی من روزا خیلی وقتا نگاه میکنم. فانه دیگه. مثلا از فکر کن الان خب سر یه دیت عاشقانه ای خب سلام خوش اومدید دیت عاشقانه. خوش اومدید به دوست دختر میگی خوش اومدی به یه دیت عاشقانه. کی اینو میگه؟ خوشحالم که این دیت عاشقانه رو قبول کردی از من دیگه هیچی نمیگم. تو رو میسپارم بچه‌ها. عادت آسوده بودم. تو با حال پروانه من چه کردی؟ اوش شدم بابا شدم. وای ایمان اگه دختر بودم با دوست میشدم. بذار برات قهوه سفارش بدم. من یه ماکیاتو میخوام. خانم یه ماکیاتو میخورن، منم یه قهوه تلخ. سخت خوبه میکروفونش. میگفتید شما چند ساله تو این کار هست؟ تو کدوم کار؟ اگه اجازه بدید من صندلیمو عوض کنم، این وریزه ناراحتم. بله میگفتم. گوش اونوریشو اجازه دارم. گوشو نوازش کن. اجازه دارم گوشتون رو نوازش کنم. بله اجازه داری. بوسش کن. گوشاشو بخور. ایمان یه دقیقه خودش دیدین یه جوری شواره. وای این دقیقه نشو گوشو نوازش شده. بابا یعنی چی خواهش میکنم؟ گوشو باید نوازش بدی. صحبت کن. چوری؟ آللاس انگوش رو بکنیم تو سوراخ گوش. تو جنبه گوش نری کنی. نه این همش هوشه. گوششو داره میخوره. این یک مجازاتی برای همه. بیا گوشمون بر. درم ریشم عادت آسوده بود. بچه‌ها سابسکرایب کنین، لایک یادتون نره. ویدیومون رو لطفاً به بقیه هم نشون بدین، بگین سابسکرایب کنن. من همینجا هالوینتون مبارک. خیلی زیاد دوستتون دارم. من خیلی چیزا یاد گرفتم. کامنت های عزیزم صدیق خانم، کامنت های برتر رو میدم بهتون الان. کاظم آقا کامنت های برتر رو خودتون بخورین بچه‌ها. کامنت های برتر برای شما بخورین بچه‌ها. من میذارم تو تصویر. خیلی دوستتون دارم. بای بای. بیا من هم اجراش کنیم. بیا تو زن میشی یا مرد میشی؟ تو دوست پسرش و من دخترش. باشه. بیا وای خوبی. بیا یکم نزدیک قشنگ صدا بیاد. تو مردی. من مرد. تو دوست پسری من دوست دختر. آره خوبی. آره خوبه. گوشات معلوم نیست که. بس الان معلومه. کو همش موه که گوشات کثافت. روی کافه ببین زده. مثل گوشه من نگاه کن. گوشه گوشت خیلی خوبه. مال تو همش هوشه. روی کافه زده بودن که حجابتون رو رعایت کنید. پلم کردن. به خاطر همون روسریمو گذاشتم. به خاطر گوش بود. الان ولی به خاطر تو گوشمو لخ کردم. بخوریش. چقدر گوشات کثیفه. بخور تمیزش کن. غلط کردی کثافت. من گوشخور نیستم. تو هم که مثل دختر حرف میزنی. من لبخورم. پسرونه حرف بزن. تو مردی میگم تو داری. خب یواش حرف میزنم دیگه. نه مثلا اینجوری حرف بزن. چی بگم من؟ تو مردی. من مردم. مرد یواش یکی هم دیگه. یواش حرف میزنم. قربون گوشات برم. خب یواش حرف میزنم دیگه. مرد یواشکی هم. مرد اوبی هستی. اوبی باباته. کثافت. ببین گوش ندی برفاش. من نمیدونم چه مرد. چی پایانش تمام شد. همه رفتن. سکوت راضی نمانده. اومان که گوشو واقعا گوشو گوشلاق کرد. مهدی
ما هم دوستتون داریم. خیر قربانو از بچه‌ها همیشه گوشتون به ما باشه، فکرتون به ما باشه. یعنی دیگه تا الان ما رو یاد آبرو کنید. پدر من داشتی تا دیگه الان به بعد همیشه دوستتون پدر من دارم. یعنی تا تا الان امروز آبرو داشتی. تحمل کرده مطمئن. بودم. ولی فکر کنم بعد از این دیگه من تو شیرازم دیگه. سیبیلی پسرم حمایت کنیم. من قبلا من حمایت نکردم. چون بابا تمام حمایت اسمش گفتم شده. مطمئن از این. خب بچه‌ها تمام شد این ویدیو زیبا. بله. لایک. ممنون از حضورتون. ممنون که بچه‌ها ما رو هالووینتون مبارک. نه دوستتون دارم. یه عالمه. پیش بسی بگم و فرتزان بای بای. آی کور شدم. خیش قشنگ بود. ویدیو خوبی بود. ویدیو عالیکسی بود. کاپشن من در بخرم نشید باش. نبوشی بری اون رستوران میشونن خفت کنم برم. من اونجا میزنم به خدا. بدم برم بالا.